بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. برادران و خواهران عزیز و گرامی، امروز صبح یکی از عزیزان کلیپی رو برای من فرستاد و خیلی هم ناراحت بودن از اینکه یک عالم، امام حرمین و شخصی قاری قرآن، حافظ قرآن، عالم دین و مسئول شؤون حرمین در عربستان سعودی و امام و خطیب مسجد الحرام حرفایی رو زده در مورد مردم غزه و گفته که گرسنگی برای مردم غزه فرصت طلایی است برای تسویه روحشان، برای اینکه یک رژیم غذایی بگیرن و خلاصه برای جسمشون فایده داره. بیایید اول این کلیپ رو با هم ببینیم و بعد از اون انشاءالله در موردش صحبت میکنیم. این کلیپ رو خدمت شما عزیزان از یک صفحه رسمی در سایت جماران، یکی از سایت های رسمی رژیم ایران است. این رو ببینید. اظهارات امام جمعه مسجد الحرام: گرسنگی فرصت طلایی مردم غزه برای تسبیح روح است، گرسنگی برای آنها خوب است. خلاصه با آب و تاب این خبر رو فرستادن و بعداً این کلیپ رو هم در اینجا گذاشتن. با هم کلیپ رو میبینیم. قد بلغنا ما يصيب أهل غزة من ضيق وجوع، وإن كان الأمر مؤلما نفسيا فلنتفكر أليس في الجوع تصفية للروح وتهذيب للجسد، فربما كان ذلك خيرا لهم. فالجوع فرصة ذهبية وحمية غذائية لرياضة الجسد وزهد الروح، وفي باطن الشدائد تكمن الفوائد. نحن هنا في المملكة العربية السعودية لا نتحرك إلا بتوجيهات ولي الأمر، فالمسائل الكبرى تتطلب توجيها حكوميا وحسابات دقيقة لا يدركها إلا الكبار. فدعوا عنكم لغط الماديات والتبرعات، دعونا نركز على المدد الغيبي، فليس لنا إلا سلاح الدعاء لنرفع أيدينا بالضراعة، عسى الله أن يرفع عنا. قد بلغ. دوستان عزیز، این کلیپ رو دیدیم. در اینجا سایت رسمی جماران این رو نشر کرده و همچنین سایت هایی که این رو نشر کردن، دوستان اگر فقط این قسمت پایین سرچ من رو نشون بدن، اکثرا سایت های رسمی در ایران این رو نشر کردن. ببینید اکثرا صفحات رسمی در ایران این رو نشر کردن. بله، به شکل وسیع در صفحاتشون این مطلب رو چیکار کردن؟ اینها نشر کردن. حالا در صفحات رسمی پایگاه خبری جماران نشر کرده، بازار نیوز نشر کرده، دیگه قطره نشر کرده، خبرگزاری دانشجو که خبرگزاری رسمی هست دوستان عزیز. متاسفانه این خبرگزاری هم آمده این خبر رو در صفحه رسمی خودشون نشر کرده. به هر صورت دوستان عزیز، در مورد این کلیپ میخوایم صحبت بکنیم. نکته نخست این است که اگر فرضاً شیخ سدیس همچین حرفی رو زده باشه، حرف غلط است، باطل است و حق است. ما یعنی خاطرخواهی کسی رو نمی کنیم. اگر جناب شیخ عبدالرحمن سدیس اگر بیاد یک حرف اشتباهی رو بزنه، نیاز باشه جوابش رو میدیم. مرتبط با موضوعات ما، جهان اسلام، کشورهایی که ما در مورد اونها برای ما مهم است، مانند فلسطین، ایران، افغانستان، تاجیکستان و جهان اسلام عموما. حالا مسائل داخلی عربستان سعودی باشه، هر کشوری میدونه و مسائل داخلی خودش. اما آنچه که در اینجا برای ما مهم است این که آیا واقعا این حرفا درست است؟ آیا این حقیقت داره یا نه؟ بیایید سری میزنیم. من یک صفحه است که همیشه موقعی که کلیپ هایی رو برای من میفرستن، من میرم به این صفحه مراجعت میکنم. یک کمیته مبارزه با شایعات، دوستان عزیز این رو نشون بدن. کمیته مبارزه با شایعات یک سایت رسمی هست که شایعاتی رو که پخش میشه در اینجا میاد جواب میده. بعد همین کلیپ رو در اینجا نشر کردن. میگه که
بار دیگر دروغگویان مفلس که پناه میبرند به تکنولوژی جدید برای ساختن کلیپ های دروغین و تغییر دادن حقیقت. و امروز میبینیم که این بار کلیپی رو در مورد شیخ سدیس درست کردن که در مورد گرسنگی غزه صحبت میکنه و این کلیپ رو در اینجا در این صفحه پخش کردن. با هم کلیپ رو میبینیم. يصيب أهل غزة من ضيق وجوع وإن كان الأمر مؤلما نفسيا فلنتفكر أليس في الجوع تصفية للروح وتهذيب للجسد فربما كان ذلك خيرا لهم. فالجوع فرصة ذهبية وحمية غذائية لرياضة الجسد وزهد الروح. اللهم لا يهزم جندك، اللهم لا يهزم جندك ولا اصل کلیپ این است دوستان عزیز. اصل کلیپ شما ببینید، لباس‌های شیخ سدیس رو در اینجا ببینید. کلیپی که درست کردن همین لباس‌ها و اصل کلیپ چی است؟ بله دوستان عزیز، آنچه که دیدید کلیپ اصل است که در اونجا برای فلسطین دعا میکنه شیخ سدیس و برای پیروزی مردم فلسطین دعا میکنه، برای نابودی یهود و اسرائیلی ها دعا میکنه و اینکه الله سبحانه و تعالی به اونها کمک بکنه گرسنگی و این بلا و فتنه هایی که هست رو برطرف بکنه. دعای دیدید به عربیشو من گذاشتم اینجا. همین کلیپ رو گرفتن و این خطبه ای است از تاریخ 9 محرم سال 1447. این رو گرفتن تقریبا 2 روز پیش، گرفتن این رو توسط هوش مصنوعی تغییر دادنش صدا رو و این رو بازپخش کردن. عزیزان در اینجا لازم است من، چون که این مطالب رو عزیزان میفرستن که واقعا انسان‌های سابقه دار در دعوت در و انسان‌های فهمیده و انسان‌های تحصیل کرده و انسان‌هایی که با تکنولوژی عصر آشنا هستند. یک از علامات قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کردن. فتنه ها فتن که قطع اللیل المظلمه، فتنه هایی که مانند پاره های شب سیاه بر مسلمان ها طاری می شود. و یک از فتنه های بزرگ این زمان فتنه تکنولوژی است. تکنولوژی با وجود این که جوانب مثبتی داره در زندگی ما، تلفن، اینترنت، هوش مصنوعی، اینها اگر در راه خوب ازش استفاده بشه به نفع بشریت است، به درد انسان ها میخوره. اما متاسفانه همونطوری که در مر تاریخ از وسایلی که برای راحت بشر ساخته شده در راه نابودی بشر استفاده شده، در راه ایجاد فتنه و جنگ و خونریزی در بین بشر استفاده شده. کسی که TNT رو مثلا کشف کرد، مواد منفجره رو کشف کرد، به خاطر این نبود که انسان‌ها امروز بمب درست بکنن به سر هم دیگه بریزن.
به خاطر این بود که در استخراج معادن و در کارهای حفاری و چیزا ازش استفاده بشه. اما بعداً دیدین که همین TNT سبب شد که ازش بمب و راکت درست کردن و انواع اسلحه درست کردن و گلوله درست کردن و انسان‌ها مثلا نفت یا باروت یا همه این موادی که در کره زمین وجود دارد میشه مثلا از همین از اتم میشه انرژی برق تولید کرد، انرژی تولید کرد، در راه صلح‌آمیز ازش استفاده کرد. کشورهای هم از اتم اومدن بمب درست کردن که میتونه مثلا نمونه شما در هیروشیما و ناکازاکی دیدیم که 2 شهر ژاپن رو کاملا از بین برد. و از تکنولوژی میشه که در راه مثبت هم استفاده کرد، در راه منفی هم استفاده کرد. به خاطر همین نصیحت من به برادران و خواهران دعوتگر، علما، کسانی که هر مطلبی که برایشون میرسه اون رو بدون تحقیق و بدون بررسی نشر میکنن. قبل از اینکه به این موضوع بپردازم اینم بگم که هدف من از این ساختن این کلیپ نیست که ما بیایم مثلا از شیخ عبدالرحمن سودایی استفاده بکنیم. ایشون یک کارمند دولت هست، امام حرم هست، وظیفه داره در دولت عربستان سعودی، مواقفش، گفته‌هاش بر حسب سیاست‌های کشور عربستان سعودی است. ما به اون کار نداریم. اما تهمت بستن، دروغ بستن، نشر اکاذیب، نشر دروغ، نشر خبرهای نادرست شایسته یک مسلمان نیست. با توسعه و پیشرفت هوش مصنوعی از این چیزا شاید شما خیلی بدتر از اینها رو ببینید. فردا شاید کلیپی از من درست بکنن، از علما و از دعوتگران، از مفتی‌ها و از شیخ الاسلام ها درست بکنن که این کلیپ ها در بین مردم دست به دست بشه، خیلی شاید قبول بکنن. به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که مؤمن باید کیس فتن باشه، یعنی زیرک و هوشیار باشه، نه اینکه مؤمن کیسه قطن باشه، یعنی گونی پنبه باشه، هر چی که بهش گفتن قبول بکنه. به خاطر همین در زمانی که هوش مصنوعی داره غوغا میکنه و روز به روز داره پیشرفت میکنه، خیلی عزیزان ما باید دقت بکنن. شما میدونید که ساختن یک کلیپ یا نشر یک کلیپ انسان رو میتونه که در قعر جهنم ببره، انسان رو میتونه نابود بکنه، اعمال انسان رو میتونه برباد بده. به خاطر همین اولا در مورد هوش مصنوعی عزیزان باید مطالعه بکنن، اطلاعات حاصل بکنن. هر مطلبی که ولو اینکه صفحات کتابی هست، ولو اینکه صوت هست، ولو اینکه تصویر هست، ولو اینکه ویدیو هست به شما میرسه، باید تحقیق بکنید، از مصادر اصلی باید اینا رو جستجو بکنید و نشر و پخش این گونه مسائل سبب میشه که انسان گناهکار بشه. ببینید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که هر کس خبر دروغی رو نقل بکنه در روز قیامت به اندازه تمام زمین ها و آسمان ها بر او عذاب خواهد شد. ما در دینمون الله سبحانه و تعالی ما رو امر کرده که اجتناب بکنیم، دوری بکنیم از نشر دروغ و اخبار و شایعاتی که صحیح نیست و تحقیق و تثبیت در مورد اخبار یکی از وظیفه های مسلمان هاست. که گاهی اوقات یک خبری رو شما میگیری در صفحه نشر میکنی، از صفحه شما میگیره 100 نفر، از اون 100 نفر هر کدومش اگر به 10 نفر دیگه بفرستن میشه 1000 نفر، 1000 نفر به 10 نفر دیگه بفرستن میشه 10,000. همینطور یک خبری رو که شما به دروغ بدون تحقیق نشر کردید در ظرف 24 ساعت به میلیون نفر میرسه. این خبر امکان داره سبب کشته شدن کسی بشه. این خبر سبب شاید جنگ و فتنه بین 2 قوم، 2 قبیله، دو نژاد، 2 کشور بشه. خیلی از یک پست فیسبوکی سبب شده که دولت‌ها سرنگون بشن. در این زمینه خیلی انسان باید دقت بکنه. الله سبحانه و تعالی به ما میفرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. از گمانها دوری بکنید که بسیاری از گمانها گناه هست. ولا تجسسوا، جاسوسی نکنید. و در مورد خیلی از اخباری که به ما میرسه الله سبحانه و تعالی میفرماید که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. ای مؤمنان، اگر که یک فاسقی برای شما خبری را آورد، شما در مورد این خبر جستجو بکنید، بررسی بکنید، از صحت و سقمش اطلاع حاصل بکنید، قبل از اینکه یک قومی رو، اشخاصی رو به سبب این جهالت خودتون به اونها تهمتی بزنید، به اونها ضرری برسانید،
و بعد از اون فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد از اون شما پشیمان بشید که ای من چرا این کار رو کردم. الله این سوره حجرات سوره‌ای است که ما بهش میگیم سوره اخلاق. یعنی خیلی از مشکلات اجتماعی ما رو اگر ما این سوره رو دقیق بخوانیم، مشکل ما مسلمانین که سوره ها رو میخوانیم، حفظم میکنیم، خیلی با صدای قشنگم تلاوت میکنیم، اما از دروس تربیوی و اخلاقی و اجتماعی که در اون وجود دارد اطلاع نداریم. الله سبحانه و تعالی میفرماید که ولا تقف ما لیس لك به علم، شما با آنچه که علم نداری از اون پیروی نکن، نشرش نکن، پخشش نکن. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. میگه که گوش شما، چشم شما، قلب شما، همه وجود شما مسئول است از آن چیزی که میگید. همین دستتو که میزنی رو موبایل شیر میکنی این مطلب رو به 100 نفر میفرستی، از بین این 100 نفر 99 نفر حرف تو رو باور میکنن، شاید یک نفرش مثل ما بیاد تحقیق بکنه، 99 نفر دیگه میگه مصدر موثق است، میگه خواهر فلانی فرستاده، برادر فلانی فرستاده، بعد این رو اون میره 10 نفر. هر مطلبی رو که فرستادی در پیشگاه الله سبحانه و تعالی مسئول هستی، برات نوشته میشه. مطلب دروغ رو نشه، حتی بر علیه دشمنانمون باشه، حتی بر علیه یهود و نصارا باشه، حتی بر علیه بت پرستان باشه. مسلمان صادق است، مسلمان امین است، مسلمان دروغگو نیست. یک از صفات منافقین چی است؟ اذا حدث کذب، وقتی که سخن میگه دروغ میگه. وقتی که تو مطلب نادرستی رو نشر میکنی به معنی این است که دروغ گفتی بدون تحقیق و بدون بررسی. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیحی در سنن نسائی و بقیه کتب حدیث ذکر شده میفرمایند که کسی که خبری را بدون تحقیق نقل کند در روز قیامت در کنار درختی در جهنم قرار میگیرد تا زمانی که حقیقت را به او بگوید. یعنی الله سبحانه و تعالی انسان رو عذاب میکنه به خاطر چی؟ به خاطر نشر یک خبر دروغ. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید صداقت نوری است در قلب مؤمن و دروغگویی تاریکی است در دل منافقین. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح ما رو منع کردن از نقل و پخش اخبارهای دروغ. و در این مورد باید خیلی ما دقیق باشیم و جستجو بکنیم. در روزهای جمعه میرید در مساجد مثلا همین جملات رو خیلی میشنوید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. اینجا الله سبحانه و تعالی چه امر میکنه به ما؟ ای مؤمنین تقوا پیشه کنید. تقوا جسمت باید متقی باشه، زبانت، دستت، گوشت، همه وجودت، علمت، روحت، روانت، همه وجودت. و قول و قولا سدیدا، حرف درست بگید، حرف راست بگید. و نشر و پخش اخبار کذب و تهمت و دروغ بدون تحقیق و بررسی یکی از مصیبت‌هایی است که متاسفانه مسلمان‌ها گرفتار اون شدن. در مورد صفات منافقین الله سبحانه و تعالی در سوره نساء می‌فرماید که و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اضاعوا به، وقتی که براشون یک خبری میرسید بدون تحقیق و بررسی، بدونی که برن بپرسن که والا این خبر راست است دروغ است از کجا آمده، نشرش میکردن. ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم، یعنی اگر این رو برگردانن به الله و رسول، به اولو الامر، یعنی بپرسن حداقل از 4 طرف بپرسن که آیا واقعا این امر درست است یا درست نیست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث می‌فرمایند که ان العبد لیتکلم بکلمة ما تبین فيها يدل بها الى النار ابعد مما بین المشرق والمغرب. بنده میاد یک حرفی رو میزنه بدون جستجو، بدون که تبیین بکنه، بدون که تحقیق بکنه، میگه که میره و در داخل آتش جهنم سقوط میکنه، آتشی که دورتر است، در اون مکانی که این انسان سقوط میکنه دورتر است از مسافتی که بین مشرق و مغرب هست. در حدیث دیگه میفرمایند که گاهی اوقات انسان ندانسته حرفی رو میزنه، یک حرف دروغی رو نشر میکنه یا اونو تکرار میکنه، به اندازه 70 سال در قهر جهنم الله سبحانه و تعالی این انسان رو
میندازه. و با این حدیث صحبت‌های خودم رو تمام میکنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کفى بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. این متاسفانه مشکل ماست. من گاهی اوقات میبینم شیخ الاسلام ها، شیخ الحدیث ها، شیخ التفسیرها، علمای بزرگوار سالها تحصیل کردن، استاد دانشگاه بودن، استاد فاکولته شریعت بودن، علمای بزرگواری بودن، میشنن لنگ و سر لنگ میمانن در مجلس. والا مثلا فلانیا این کارو کردن. یک روز یکیشون رو پرسیدم خب جناب شیخ در کجا دیدید؟ والا در صفحه فیسبوک خواندم. در کدوم صفحه فیسبوک؟ یک صفحه فیسبوک که دوستان بود خواندم. تحقیق کردید؟ نه. خب شما با این اشخاص ارتباط دارید، آیا ازشون پرسیدید؟ نه راست است دیگه، اینا خیلی از این کارا کردن. خب خیلی از این کارا کردن، لکن اینی که شما میگید این دروغ است. اون صفحه تهمت زده. تو عالمی، تو دعوتگری، تو شیخی، تو بزرگواری، تو که این رو میاری نشر میکنی، در این مجلس 100 نفر نشستن میگه والا شیخ فلانی رو در فلان مجلس دیدیم این حرفو زد، این به این میگه، اون به این میگه. شما برای مردم اسوه هستید، الگو هستید، نباید این گونه باشید. این رو خواستم خدمت شما عزیزان بیان بکنن. و یکی از مشکلات متاسفانه امت اسلامی این است که این گونه اخبار نادرست رو در بین خودشون پخش میکنن. و در پایان یک نکته رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم. هر مطلبی رو شما از صفحات شیعیان و حکومت ایران و صفحات ایرانی این رو شنیدید، دیدید، به هیچ عنوان تا تحقیق نکردید این رو در بین کسی نشر نکنید. این رو یعنی واقعا من برای شما عزیزان از صمیم قلب این رو دارم میگم که بر اساس تحقیق و مطالعه و بررسی که انجام دادیم، یک از صفات متاسفانه اینها دروغگویی است که در نهاد اینها هست، در دینشان هست. و لطفاً در این مورد تحقیق کنید، بررسی کنید و بدون تحقیق و بررسی مطلبی رو از صفحات اینا نشر نکنید. من خدمت شما عزیزان یکی دو تا از صفات اینها رو در مورد دروغگویی خدمت شما عزیزان بیان میکنم و با این مطلب برنامه امروز رو به پایان میرسانیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، این کتاب کافی است، صحیح ترین کتاب شیعه بعد از قرآن کریم و امام زمان هم گفته الکافی کافین لشیعتنا. این روایت هم خودشان آوردن. کتاب کافی برای شیعیان ما کافی است. ببینیم که در کتاب کافی در مورد شیعه چی میگه. در صفحه 137 روایت 362 علی ابن ابراهیم استاد کلینی است، استاد صاحب این کتاب. قال ابو عبدالله امام جعفر صادق میفرماید ان ممن ينتهل هذا الامر، کسانی که ادعای تشیع میکنن، لیکذب حتی ان الشیطان لیحتاج الی کذبه، چنان دروغ میگویند که حتی شیطان هم احتیاج پیدا میکنه به دروغ آنها. یعنی این رو امام مذهب گفته. و حتی در اینجا دوستان عزیز اینم کتاب کافی است. ببینید در جلد اول حدیث شماره 3 امام جعفر صادق در اینجا چی میگه؟ اینی اخالط الناس فیکثر عجبی من اقوام لا یتولونکم و یتولون فلانا و فلانا. من وقتی در بین مردم میرم، مردمی رو میبینم که شیعه نیستن بلکه طرفدار فلان و فلان هستن، یعنی ابوبکر و عمر هستن، یعنی سنی هستن. لهم امانت و صدق و وفا، که اهل امانت داری و صداقت و وفا هستند. و اقوام یتولونکم، و کسانی هستند که ادعای شیعه‌گری میکنن، ادعای ولایت ما رو میکنن. لیس لهم تلک الامانه ولا الوفا ولا الصدق، نه اهل امانت هستن، نه اهل وفا هستن و نه اهل صدق هستن. و حتی علمای اهل سنت و محدثین، مفسرین در مورد شیعیان و روافض در کتب مختلف یک از ویژگی ها و صفات اینها رو دروغگویی ذکر کردن. و این است که شما میبینید که 99%
اخبار و مطالبی که اینها در صفحه هاشون نشر میکنن دروغ است، کذب است، اونایی که بر ضد مخالفینشون هست. چرا؟ چون که تهمت بستن و در مورد مخالفین با آنها دروغ بستن، اینها جزء عبادت ها در نزد اونها، جزء فضائل اعمال. تبلیغی های کتابی دارن به نام فضائل اعمال که در اونجا اعمال و کارهایی که فضیلت داره رو در اونجا ذکر میکنن و اینا هم ما در مورد فضائل اعمالشون یک مطلبی رو من خدمت شما عزیزان در اینجا بیارم که اینها در مورد اهل سنت چی میگن که توهین و دروغ بستن و کذب نسبت به اهل سنت در نزد اینها از جمله فضائل اعمال هست. این رو ببینید در کتاب کافی است، سریع‌ترین کتابشون. میگه هرگاه پس از من از امام صادق به دروغ روایت میکنه و از رسول الله صلی الله علیه و سلم، هرگاه پس از من اهل ریب و بدعت را دیدید از آنها بیزاری جویید و بسیار به آنها دشنام بدهید و درباره آنها بد گویید و طعن بزنید و آنها را خفه و وامانده سازید تا به فساد در اسلام طمع نکنند و مردم را از آنها برحذر شما و از بدعت‌های آنها نیاموزند تا خداوند برای شما در برابر این کار حسنات نویسد و درجات آخرت را برای شما بالا ببرد. یعنی شما تهمت بزنید، دروغ بگید و لعن بکنید، این جزء فضایل اعمال است و شما ثواب می‌برید. اینم شد مذهب، اینم شد دین که اینها برای خودشون درست کردن و در بین مسلمان ها ترویجش میکنن و این جمله فضایل اعمال در نزد اینها محسوب میشه. مثلا در اینجا ببینید دوستان عزیز اگر این صفحه رو نشون بدن، مثلا در کتاب مصباح الفقاهه آیت الله خویی در صفحه 498 در اینجا دوستان ببینن در اینجا میگه که غیبت مؤمن جایز نیست اما غیبت مخالفین جایز است چون بین ما و بین اونها چی است؟ اخوت و برادری نیست. تشکر میکنم دوستان عزیز. و مثل این مطالب زیادی در کتاب‌های اینا موجود است که شما میتوانید خودتون مراجعه بکنید و ببینید که اینها چگونه تهمت بستن و توهین کردن و اهانت کردن رو از جمله فضایل اعمال میدونن و فکر میکنن که این ثواب داره. مثلا شما این کتاب مکاسب المحرم از آقای خمینی است. من از علمای مختلفشون در زمانهای مختلف میارم که تا بعدن کسی نگه والله فلانی گفته و این گفته و اون نگفته. آقای خمینی در اینجا در کتاب مکاسب محرمه خودش میاره. بله در صفحه 251 میگه فلا شبهه فی عدم احترامهم، شکی نیست که با آنها احترام نگذارید، یعنی به اهل سنت. بل هو من الضروری المذهب، بلکه این از ضروری مذهب ماست که با آنها احترام نگذارید. کما قال المحققون، چنان که علمای شیعه محققین شیعه گفتن. بل ناظر فی الاخبار الکثیره، بلکه احادیث زیادی که در نزد شیعه موجود است فی ابواب المتفرقه، در ابواب متفرقه لا یرتاب فی جواز حتکهم، که هیچ شکی نیست که شما آنها را حتک حرمت بکنید و به آنها وقیعت فیهم، با آنها تهمت بزنید. برخوردی که مثلا با مهاجرین افغان میکنن، برخوردی که با اهل سنت میکنن، این جزء فضایل اعمال مذهبشان است. بل ائمه المعصومین اکثر فی الطعن واللعن علیهم و ذکر مسائم، بلکه ائمه معصومین گفتن که شما زیاد در مورد آنها طعن وارد بکنید، یعنی تهمت بزنید، دروغ ببندید با آنها و لعن بکنید و بدبختی های اونها رو، مشکلات اونها رو بیان بکنید. بله این است از این دین که این گونه باید با مخالفینش برخورد بکنه. تا فرصت دیگر که باز هم با شما عزیزان خواهیم بود، همه تانا به پروردگار متعال میسپارم. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.